تعامل پیج اینستاگرامت بالا بره، میخوای محتوایی که ساعتها برای تهیهش زحمت کشیدی لایک و کامنت بالا بگیره و مخاطب رو درگیر کنه؟ توی این ویدیو قرار روش‌های کاربردی افزایش تعامل پیج آموزشی اینستاگرام رو با هم بررسی کنیم. به یه ویدیوی دیگه از دوره تولید محتوای آموزشی در اینستاگرام خوش اومدید. اگر به این موضوع علاقه دارید، میتونید توی قسمت پلیلیست به تمامی ویدیوهای این دوره دسترسی داشته باشید. در ویدیوهای قبل در مورد این صحبت کردیم که برای الگوریتم اینستاگرام 3 تا از عوامل هستش که بسیار مهم هست: Account Reach, Watch Time و Content Interaction. در این ویدیو قرار در مورد آخر یا Content Interaction یا تعامل صحبت کنیم. Content Interaction در واقع هر اقدامی هستش که مخاطبین شما با پیج و محتوای شما انجام میدن. مثلا لایک کردن، کامنت گذاشتن، ریپلای کردن استوری ها و هر اقدام دیگه. این تعامل مخاطبین شما به الگوریتم سیگنال میده که محتوای شما ارزشمند هست و نیاز هستش که اون رو به افراد بیشتری نشون بده و این میتونه باعث رشد پیج آموزشی شما بشه. بنابراین کانتنت اینتراکشن یکی از عوامل اصلی هستش که باید در اولویت شما قرار بگیره. پس تعامل واقعا برای رشد پیج اینستاگرام شما مهم هستش و باید اون رو در نظر بگیرید. اما در دنیای آموزش تعامل فقط لایک و کامنت نیست. تعامل واقعی این هستش که زبان آموزها یا مخاطبین شما ایده هاشون رو و نظراتشون رو با شما و بقیه به اشتراک بذارن، سوال بپرسن و به سوالهای بقیه جواب بدن یا حتی توی دایرکت با شما در مورد مشکلاتی که در راه آموزش دارن صحبت کنن. تعامل در دنیای آموزش باید معنا محور باشه و زبان آموز یا مخاطب با تعامل معناداری که با محتوای شما برقرار میکنه بتونه اعتماد به نفس بگیره، برای ادامه مسیرش انگیزه پیدا کنه، از بیان نظرات و احساساتش لذت ببره و در نهایت خودش رو عضو کامیونیتی شما در نظر بگیره. خودش خودجوش بخواد در بحث‌های شما شرکت کنه و فراتر از قواعد کتاب بره و یادگیری معنادار رو تجربه کنه و اینطوری میتونه در یادگیری خودش پیشرفت داشته باشه. در دنیای دیجیتال تعامل 2 دسته هستش: تعامل سینکرونس و تعامل ایسینکرونس. تعامل سینکرونس تعامل همزمان هستش، یعنی همزمان که شما صحبت میکنید طرف مقابلتون میتونه جواب شما رو همزمان بده. اینجور تعامل رو شما میتونید در لایو اینستاگرام، ویدیو کال یا آدیو کال داشته باشید. اما تعامل ایسینکرونس یا غیر همزمان تعاملی هستش که وقتی شما یک پیامی رو میرسونید طرف مقابلتون میتونه چند ساعت بعد مثلا جواب شما رو بده، مثل اتفاقی که در کامنت ها و در دایرکت میافته. در اینستاگرام تعامل ایسینکرونس یا غیر همزمان رایج‌تر هست، اما ما نباید اهمیت تعامل سینکرونس یا همزمان رو نادیده بگیریم. به خاطر همین لایو گذاشتن در اینستاگرام خیلی میتونه به تعامل پیج شما کمک داشته باشه. حالا چطور میتونیم کانتنت اینتراکشن رو در پیج های آموزشی بالا ببریم؟ یکی از ساده ترین کارهایی که میتونید انجام بدید پرسیدن سوال هستش. این باعث میشه که مخاطبین شما به سوالاتتون جواب بدن و تعامل پیجتون بالا بره. اما باید دقت داشته باشید که سوالی که میپرسید نه خیلی راحت باشه نه خیلی سخت باشه. اگر خیلی راحت باشه حوصله مخاطب شما سر میره و اگر خیلی سخت باشه ممکنه باعث بی‌انگیزگی بشه. سوالی که میپرسید باید طوری باشه که با جواب دادنش مخاطب حس برنده بودن بهش دست بده یا سوالی باشه که مخاطب بتونه نظرات و ایده هاشو ابراز کنه. مزایایی که جواب مخاطبین شما به سوالاتتون برای شما داره فقط محدود به تعامل پیجتون نمیشه. اونا وقتی به سوالات شما جواب میدن با چک کردن جوابهاشون میتونید به این نتیجه برسید که علاقهشون به چی هست، با چه چالش هایی روبرو هستن، توی چه بحث زبانی مشکل دارن. اینطوری میتونید برای محتواهای بعدیتون هم
ایده پیدا کنید و محتوایی رو تولید کنید که مخاطبینتون واقعا بهش نیاز دارن. اما باید به این نکته توجه داشته باشید که تعامل یک خیابون دو طرفه است و وقتی مخاطبین شما با شما ارتباط برقرار میکنن و تعامل ایجاد میکنن، شما هم باید به اونا پاسخ بدید. مثلا میتونید اشتباهاتشون رو تصحیح کنید، میتونید تشویقشون کنید اگر جواب سوال رو درست دادن، بهشون فیدبک بدید و میتونید یه نکته زبانی رو براشون توضیح بدید و اینطوری اون زبان آموز یا مخاطب احساس تعلق به کامیونیتی شما پیدا میکنه و احساس ارزشمند بودن بهش دست میده، چون شما بهش بی توجه نیستید و سوالاتش رو جواب میدید. راه حل دیگه ای که میتونید ازش استفاده کنید این هستش که از لحاظ احساسی مخاطبینتون رو درگیر کنید. اگر بتونید به درستی این کار رو انجام بدید، میتونه باعث افزایش تعامل پیجتون بشه. راه حل دیگه این هستش که سعی کنید گاهی عجیب و غریب باشید. یه محتوای غیر منتظره مخاطب رو کنجکاو میکنه که از شما سوال بپرسه و این خودش باعث افزایش تعامل میشه. البته اگر خیلی زیاد از این مورد استفاده کنید ممکنه بی‌اثر بشه. میتونید از موضوعات بحث برانگیز استفاده کنید. اینطوری جرقه بحث و ابراز نظر زده میشه و میتونید کامنت بالا یا ریپلای بالا بیارید. قبلا در مورد ویژگی‌های محتوای آموزشی اصولی براتون یه ویدیو درست کردم. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، میتونید از اونجا ببینید. میخوام اون ویدیو رو ببینید و به این سوال من جواب بدید. به نظر شما قوانین الگوریتم اینستاگرام تا چه حد با ویژگی‌هایی که باید یک محتوای آموزشی اصولی داشته باشه تطابق داره؟ به نظر شما اینستاگرام یه پلتفرم خوب برای یادگیری و آموزش زبان هست یا نه؟ ممنون میشم نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. و اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنید. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.